اگه این نقاشی حرف میزد چی میگفت؟ من قاتل نیستم، فقط کاری رو کردم که هیچ کدوم از شما جرأت انجامش رو نداشتید. جودیت طبق یکی از متن‌های مقدس باستانی وارد خیمه دشمن شد، فرمانده آشوری هولوفرنس رو مسح کرد و سرش رو برید تا شهرش رو نجات بده. این داستان قرن‌هاست الهام بخش نقاشاست، اما این نسخه فرق داره چون این یکی رو آرتمیزیا کشیده، زنی تو قرن 17 دورانی که ورود زن‌ها به آکادمیای هنری تقریبا غیر ممکن بود. ولی صبر کن، چون قسمت تاریک ماجرا هنوز نیومده. آرتمیزیا توسط استادش مورد تجاوز قرار گرفت و توی دادگاه به جای اینکه به حرفش اعتماد کنن، انگشتاشو با یه وسیله شکنجه‌آور فشردن تا مطمئن بشن راست میگه. انگشتای یه نقاش رو. حالا به این نقاشی دقت کن. جودیت با تمام قدرت شمشیر رو دست گرفته و هولوفرنس رو به زمین میکوبه. دستا محکمن، خون واقعیه، هیچ چیز نمادین و آرومی توش نیست. برای همین خیلی‌ها این نقاشی رو بازتاب خشم و انتقام آرتمیزیا میدونن که قرن‌ها بعد ما این نقاشی رو نگاه میکنیم و هنوز درباره مرگ حرف میزنیم که آرتمیزیا علیهش به دادگاه رفت. آرتمیزیا خشمش رو برای 400 سال روی این بوم جا گذاشته. تو چی فکر میکنی؟ این نقاشی درباره انتقام یا عدالت؟ فالو کن رفیق.